سلام. تا حالا سرخ‌کن بدون روغن تو برعکس کردی یا همون ایرفرایر؟ دیدی تو چقدر کثیفه؟ حالا بیا با هم دیگه تمیزش کنیم. یه پاک کننده مثل سیف براتون آماده کردم. یک پیمانه جوش شیرین، یک پیمانه مایع ظرفشویی، یک چهارم پیمانه آب رو اضافه میکنین و مخلوط میکنین. راستی سابسکرایب کردن یادتون نره تا فیلم های بعدی و قبلی هم براتون بیاد. حالا مواد رو روی دستگاهتون میریزین، با یه اسکاچ خوب پاکش میکنین یا همون سابیدن قدیمی خودمون. بعد با یه دستمال مرطوب خوب پاکش میکنین. خوب پاک میکنیم تا تمام مواد از روش بره. بهتره که این کار رو از شب قبل انجام بدین، بعد فردای اون روز از دستگاه استفاده کنین. ممنون از لایک و شیر کردنتون.